سلام دوستان، چطورین؟ خیلی 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 خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه. امروز بعدم با آموزش اینکه چطوری شات شلاقی بزنیم با شاتگان یا اسنایپ. بچه ها، من زیاد توپارات نیستم به خاطر مدرسه است. امتحانم که داره دیگه تموم میشه و بعد امتحانا مقداری فعالیتم بیشتر میشه. خب حالا امروز منم با زدن شات شلاقی برو بریم. خب ما برای زدن شات شلاقیمون به سطح بلند احتیاج داریم، یه سطح شیبدار. میایم رو سطح بلندمون رو نایفمون کلیک میکنیم که من الان رو نایفم کلیک کردم. کاتانا، با کاتانا راحت تر بچه ها. حالا نایف دیگه هم میشه ولی با کاتانا راحت تره. خب بریم. وقتی که در این کاتانا جامپ رو کلیک میکنیم بچه ها، اینو که اصلا پررنگشون کردم، اینا رو ما برای شات شلاقی به این سه تا احتیاج داریم که حالا میتونیم اینم نباشه، شان میتونیم با اینم نایف بزنیم. خب اول اصلا جامپو که زدیم، جامپو میزنیم میایم جلو. بیاین روی این امتحان کنیم. جامپو میزنیم میایم جلو. بعد اینکه جامپو زدیم نایف هم میزنیم. چی شد؟ جامپ نایف تا اینجا. بعد اینکه جامپ و نایف زدیم، همون لحظه که نایف زدیم همون لحظه گانمون هم میکشیم. نکنین الان دیدین این الان شده شات شلاقی. دوباره نکنین. حالا با اسنایپ هم براتون یه دور انجام میدم. نشد، خراب شد. دیدین اینطوری خیلی راحت شات شلاقیمون رو میزنیم. خب بچه، حالا این طرز اینکه چجوری شاتگان رو به جلو پرت کنیم، میخوایم همزمان با شات هم بزنیم. خب همون کاری که کردیم انجام میدیم بچه ها. نکنین وقتی پردین کشیدین گانتون رو سری دکمه هیپ فایر اینو میزنین، یعنی همونی که بدون دوربین گرفتن میزنین. این ADS